ملی کریکت افغانستان امروز با حضور در جام قهرمانان با انجام یک بازی نفسگیر تیم قدرتمند انگلستان را شکست داد. مسابقه در حالی برگزار شد که پیش از این برخی گروه‌های حقوق بشری و سیاستمداران بریتانیایی درخواست‌هایی برای لغو این بازی به دلیل رفتار طالبان با زنان مطرح کردند. اما جوس باتلر کاپیتان تیم انگلستان با ابراز تأسف نسبت به وضعیت زنان افغان اظهار کرده است که تحریم یک جانبه به هیچ وجه راه حل مناسبی نیست و این اقدام نمی‌تواند کمکی به بهبود شرایط کند. امروز افغانستان آغازگر رقابت 50 اور نوبت بود و پس از پایان توپزنیاش برای حریفش انگلستان 326 دوش را هدف تعیین کرد. تیم انگلستان با توپزنی خوب توانست که 50 اور را بازی کند ولی توانست تنها 317 دوش انجام دهد و به این ترتیب بازی را به افغانستان با اختلاف ناچیز واگذار کرد. در این بازی ابراهیم زدران برای افغانستان 177 دوش انجام داد و ستاره میدان و بهترین بازیکن این رقابت شناخته شد. جو روود هم در توپزنی برای انگلستان خوب درخشید و 120 دوش انجام داد. با این برد تیم کریکت افغانستان برای رفتن به نیمه‌نهایی بازی بعد را باید به مصاف استرالیا به زمین رود و انگلستان از بازی حذف شد.